خب دوستان، خوش آمدید به اولین ویدیو داخل کانال عجایب. امروز اومدم داخل این ویدیو راجع به پرواز 914 صحبت کنم باتون و خب مطمئنم تا به حال به گوشتون خورده. اکثریت افرادی کمی هستند که به گوششون نخورد. خب داخل این پرواز قرار بوده سال 1955 سال 1955 قرار بوده از میامی به نیویورک حرکت کنه، ولی در سال 1992 یعنی چیزی حدود 37 سال یافت میشه در کاراکاس ونزوئلا. حالا قضیهش چیه؟ خب من اول میخوام بهتون بگم که از زبان خان دلا کورته میخوام بهتون بگم. یکی از آدمایی که بوده که این صحنه رو مشاهده کرده. خب